زن که هفته یک بار سری به مدرسه میزد از اولیای اطفال 2 نفر دیگر هم بودند که مرتب بودند. یکی همون پاسبونی که با کمربند پای پسرش رو بست و فلک کرد که گهگداری میومد و درق و دور پاشنهاش رو جفت میکرد و هرچی اصرار میکردیم دستش رو هم پایین نمی آورد، چه برسه به اینکه بشینه. یکی هم کارمند پست و تلگرافی بود که 10 روزی یک بار میومد و پدر همون بچه‌ای بود که خیلی شیطون بود و دستش رو خیلی با مهارت از زیر چوب ناظم در میبرد. نیم ساعتی مینشست و درد دل میکردیم. از سیاست حرف میزدیم، از حقوق رتبه 5 اداری اون و 3 فرزندش و زنش که از هر سال 1 ماهش رو اختلال مشاعر پیدا میکنه و ماهی 140 تومن اجاره خونه‌ای که هر ماه باید بده. یه استاد نجار هم داشتیم که پسرش کلاس اول بود و خودش سواد داشت و به این خیلی میبالید. کارآمد مینمود. با دستهای بزرگ و مچهای باریکش 2 دستی دست منو فشار میداد و همین جوری ارادتمند شده بود. دائما هم خواهش میکرد که یه کاری بهش رجوع کنم. میخواست یه کاری بهش رجوع کنم تا مراتب ارادتش رو عملاً ثابت کنم. حدس میزدم که لابد توی مدرسه‌ای که میرفته بهش خیلی خوش میگذشته و ناچار خیال میکنه که هر علی آبادی شهریه. یه مغنی هم بود که درشت بود، خیلی درشت استخون، بلند قد، بچه‌ش کلاس 3 بود. هفته یک بار میومد همون توی حیاط 10-15 دقیقه با فراشو اختلاط میکرد و بی سر و صدا میرفت. نه کاری داشت، نه چیزی از همون میخواست، نه حرفی، نه سخنی. بار اول که به مدرسه اومده بود نمیدونم چرا رفته بود سر دیوار به اون بلندی. روی دیوار مدرسه وایساده بود، داشت هوار میکرد که من از راه رسیدم. همون روزایی بود که مدرسه داشت از نون گدایی نونوار میشد. از دور خیال کردم که مأمور اداره برق اومده داره تیر نصب میکنه. اما داد و هوارش که به گوشم رسید تند کردم و خودم رو رسوندم. بچه‌ها از کلاس ریخته بودن بیرون و ناظم با 2 از معلم‌ها داشتن تقلا میکردن که خودشون رو به لب دیوار برسونن و پاهاش رو بگیرن و بکشنش پایین. لابد خیال میکردن که نباید بذارن کسی به این آسونی‌ها از حصار فرهنگ بالا بره. من همش توی این فکر بودم که چطور اصلا سر دیوار به اون بلندی رفته. اما بعدش که فهمیدم مغنیه دیدم تعجبی نداره. تعجب بیشتر توی این بود که چطور چنین قد و قواره‌ای رو توی کوره‌های چاه‌ها و قنات‌ها میتپونه. تازه کارم میکنه. هیکلی که اون داشت فقط به درد بالا رفتن از دیوار میخورد. ماحصل داد و فریادش این بود که چرا اسم پسرش رو برای گرفتن کفش و لباس به انجمن ندادیم و از این جور حرفا. من وقتی رسیدم نگاهی بهش انداختم، بعد تشری به ناظم و معلم‌ها زدم که ولش کردن و بچه‌ها رفتن سر کلاس و بعد بدون اینکه نگاهش بکنم گفتم خسته نباشی استاد. همونطور که به طرف دفتر میرفتم رو به ناظم و معلم‌ها افسودم لابد جواب این بنده خدا رو درست حسابی ندادیم که رفته سر دیوار دیگه. آدم وقتی با مدرسه کار داره میره توی دفتر. پشت سرم گروب صدایی اومد و از در دفتر که رفتم تو اون و ناظم با هم وارد شدن. به جای اون هیکل رشید سر دیوار مردی بود خمیده که طول قدش در 3 جا انحنا داشت. پیدا بود که هنوز توی عمرش با یک مدیر مدرسه طرف صحبت نبوده. گفتم نشست. احساس کردم روی صندلی موچاله شد. به جای اینکه حرف بزنه یا جواب بده یه مرتبه شروع کرد به گریه کردن. عجب. بلند و های های. من اصلا فکرش هم نمی‌کردم از چنین قد و قواره صدای گریه در بیاد. اصلا دست و پامو گم کرده بودم. چیکارش باید بکنم؟ اصلا چیکارش کردم که به گریه افتاد؟ دلداریش بدم؟ برای چی؟ به چی؟ این بود که از اتاق اومدم بیرون، فراش جدید رو صدا زدم براش آب ببره. بعدم گفتم حالش که جا اومد بیاریدش برای من. البته اون خبری ازش نشد. هیچ وقت خبری ازش نشد که نشد. نه اون روز نه هیچ روز دیگه. هفته یک بار هم که سری به مدرسه میزد همون توی حیاط یا ایوون یه 10-15 دقیقه با فراش‌ها اختلاط میکرد و میرفت. اون روز چند دقیقه بعد از اینکه من وارد اتاق خودم شدم از شیشه اتاق دیدم که دم شلای پاش گذاشت و از در مدرسه رفت بیرون. فراش جدید اومد که بله میگفته از پسرش 5 تومن خواستن تا اسمشو برای کفش و لباس به انجمن بدن. پیدا بود که باز رفته توی کوک ناظم. مرخصش کردم و ناظمو خواسته. معلوم شد که می‌خواسته ناظم رو بزنه. اونم همینطوری بی مقدمه که ناظم و معلم‌ها بعدم بچه‌ها به کمکش اومدن و همشون دور هم که جمع شدن یارو ترسیده پریده سر دیوار. اواخر بهمن بود که یه روز برفی با یکی دیگه از اولیای اطفال آشنا شدم. فراش‌ها و ناظم یکی پس از دیگری گار تا گور پس پله‌ها اومدن بالا و خبر دادن. پیدا بود که بوی یه چیزی شنیدن. مرد بسیار کوتاهی بود، فرنگی مآب و بزک کرده، اتو کشیده، ننشسته از تحصیلات خودش گفت و از سفرهای فرنگش حرف زد. با زدمزیم‌های مچ دستش و انگشتاش راحت میشد یه دکون زرگری باز کرد، اما پالتوش از کت منم کوتاه‌تر بود. میخواست پسرش اون وقت سال از مدرسه دیگه‌ای بیاره اینجا.
پسرش از اون بچه‌هایی بود که شیر و مربای صبحونه‌شون رو به قربون صدقه توی حلقشون میتپونن، با رنگ زرد و چشمای بیحال که کلاس دوم بود. صوت اول هم 2 تا تجدیدی آورده بود از همون 3 تا و نصفی درسی که کلاس دومیا میخونن. میگفت توی باغ ییلاقیشون که نزدیک مدرسه است باغبونی دارن که پسرش شاگرد ماست و درس خونه و پیداست که بچه‌ها زیر سایه آقای مدیر خوب پیشرفت میکنن و با مدارس دیگه مثقالی 7 سنار فرق دارند و از این تیزورا لای پالونه بود. حالا به خاطر همین بچه تصمیم گرفتن که توی این برف و سرما بیان ساکن این باغ ییلاقی بشن. فکر کردم که سر اهالی محترم محله باز شده. بعد حالیش کردم که احتیاجی به این تعارف‌ها نیست و مدرسه افتخار داره که بیشتر با بچه باغبون‌ها و میراب‌ها سر و کار داشته باشه. اینو که گفتم احساس کردم که ناراحت شد. بلند شدم ناظمو صدا زدم، دست اون و بچه‌شو توی دست ناظم گذاشتم و خداحافظیش کردم. نیم ساعت بعد ناظم برگشت که یارو خونه شهرش رو به یک دبیرستان اجاره داده، به ماهی 3200 تومان و التماس دعا داشته، یعنی معلم سرخونه می‌خواسته. حتی بعدش نمی‌اومده که خود مدیر زحمت بچه‌شو تقبل کنه. از اینجور گندگوزی‌ها. مقداری از این خبرها به نقل قول از فراش جدیدمون. بعدم احساس کردم که ناظم دهنش آب افتاده. براش گفتم که لابد اطمینان خاطری برای این میخواد که بچه‌ش قبول بشه، اما حالیش کردم که بهتر خودش بره، فقط کاری بکنه که نه صدای معلم‌ها در بیاد، نه آخر سال برای یه معدل 10 احتیاج به من بمیرم و تو بمیری داشته باشیم. همون روز عصر ناظم رفته بود و قرارمدارا رو برای هر روز عصر 1 ساعت درس به ماهی 150 تومان گذاشته بود. دیگه مسلم بود که هیچ روزی عصرها مدرسه تعطیل نخواهد شد. دنیا به کام ناظم بود، درست به اندازه حقوق دولتیش اضافه کار میگرفت، اونم فقط از یک مشتری. هر روز صبح چشماش چنان برقی میزد که گمان میکنم هنوز عکس همه تجمل‌ها و زر و زیورهای خونه اون یارو رو میشه توی چشماش دید. حال مادرش بهتر شده بود، از بیمارستان مرخصش کرده بودن و به فکر زن گرفتن هم افتاده بود. میگفت مادرش از بیمارستان در نیامده، راه افتاده از این در به اون در دنبال دختر میگرده. اصلا انگار فکرش به کار افتاده بود. این حقوقا روی همه ذهنش و فیزیکش تاثیر گذاشته بود. هر روز یه نقشه جدید میکشید، برای خودش، برای مدرسه، برای من، برای همه. یه روز اومد که چرا ما خودمون انجمن خانه و مدرسه نداشته باشیم. نشسته بود حسابشو کرده بود، دیده بود 50-60 نفری از اولیای اطفال دستشون به دهنشون میرسه و از اونی که به پسرش درس خصوصی میداد قولهای صریحی گرفته بود. حالیش کردم که مواظب حرف و سخن اداری‌ها و حسادت‌های همکاراش و اینا باشه، اما هر کاری که دلش میخواد بکنه. کاغذ دعوت هم دادم براش نوشتم، یه بخشش هم خودم نوشتم با آب و تاب تمام و پیزورهای فراوان و القاب. بعد دادم خودش برد اداره فرهنگ، داد ماشین کردن و به وسیله خود بچه‌ها فرستاد. جلسه با حضور 20 و چند نفری از اولیای اطفال رسمی شد. از 70 نفری که دعوت کرده بود فقط 20 نفر اومده بودن. خیلی کلافه بود که چرا ملت اینقدر مهمل و بیفکر شدن. بعدم من حالیش کردم که لابد دعوتنامه بوی اخاذی میداده که نیومدن. خوبیش این بود که پاسبان کشیک پاسه هم اومده بود، دم در برای همه پاشنه‌هاش رو به هم می‌کوبید و دستش رو بالا می‌گرفت. معلم‌ها گوش تا گوش نشسته بودن و قلم به قلم به حرف می‌زدن. مجلس خیلی ابهت داشت. ناظم چای و شیرینی تهیه کرده بود، چراغ زنبوری هم کرایه کرده بود و بارون هم گذاشت پشتش و سالن برای اولین بار در عمرش به نور و نوایی رسید. سر و صدایی و جمعیتی و بروبیایی. یه سرهنگ بود که رئیسش کردیم. اون زن که هفته یک بار به مدرسه سر می‌زد رو نایب رئیس کردیم. احتمالاً جناب سرهنگ قند توی دلش آب میشد. یک پیرزن هم بود که به اصرار خود جناب سرهنگ البته صندوقدار شد. ناظم هم منشی، یکی 2 تا از اعضای دیگه هم شدن اعضای علل بدل و صاحب مقام‌های دیگر. وقتی فقط یک مدیر باشی و کنار گود بشینی و مقام پخش کنی واقعاً عالمی داره. اونم با چه دست و دلبازی، همه خوشحال و خندان. خودم اصلا کنار نگه داشتم کامل. اما مدیریت مدرسه برای 7 پشتم کافی بود. اونی که ناظم به پسرش درس خصوصی میداد نیومده بود، اما پاکت سربسته‌ای به اسم مدیر فرستاده بود که فی مجلس بازش کردیم. عذرخواهی از این که نتونسته بود به فیض حضورمون نائل بشه و بعد هم وجه ناقابلی جوف پاکت 150 تومان چراغ اول. پول رو روی میز صندوقدار گذاشتم و بعد هم بهش گفتم که کارا رو ضبط و ربط کنه. نایب رئیس بزک کرده و معطر شیرینی تعارف می‌کرد و معلم‌ها با هر شیرینی که برمی‌داشتن یک بار تا بناگوش سرخ می‌شدن. فراش‌ها هم دست به دست چای می‌آوردن. توی اون گرم کسی به فکر مدیر مدرسه نبود. من احساس می‌کردم که حسابگر شدم، عاقبت اندیش، شاد از اینکه کنار گود نشستم. توی این فکرها بودم که یه مرتبه احساس کردم 300-400 تومان پول نقد روی میزه، بعد فهمیدم که 800 تومان هم تعهد کردن. پیرزن صندوقدار کیف همراه نداشت.
ناچار حضار خودشون تصویب کردن که پولها فعلا پلوی ناظم بمونه، ما و شما نداره و مراتب اطمینان و اعتماد و از این جور حرفا. صورت مجلس هم مرتب شد، امضاها ردیف پای صورت مجلس، آخر از همه هم امضای خود من و مجلس به خیر و خوشی تموم شد. فردا فهمیدم که ناظم همون شب روی خشت نشسته بوده و بعدم به معلم‌ها سور داده. اولین کاری که کردم رونوشت صورت مجلسی که شب قبل آماده شده بود و برای اداره فرهنگ و کارگزینی کل و اداره کل امور اجتماعی وزارتخانه و برای خیلی جاهای دیگه فرستادم، درست با محافظه‌کاری کامل یک مدیر مدرسه. بعد همون استاد نجار رو صدا زدیم، دستور دادیم برای مستراها 2 روزه در بسازه. ناظم خیلی به سختی پولشو داد. بعد هر دو طرف کوچه‌های مدرسه رو دادیم درخت کاشتن، تور والیبال رو عوض کردیم، توپ‌های متعدد گرفتیم و هر روز عصر تمرین و آمادگی برای مسابقه با دیگر مدارس و در همین حین سر و کله بازرس تربیت بدنی هم پیدا شد. هر روز سرکشی و بیا و برو شلوغ شده بود که نگو نپرس. یه روز صبح به مدرسه که رسیدم شنیدم از سالن سر و صدای عجیبی میاد، درق و دورق، صدای برخورد قطعات فلزی و هن و هن بچه‌ها. صدای هالتر بود. ناظم رفته بود سر خود 200-300 تومانی داده بود، هالتر خریده بود و بچه‌های لاغر با استخوان‌های پوکشون زیر بار اونا گردن خودشون رو خورد می‌کردن. صورت‌ها برافروخته، عرق ریزان، درق دورق، چی بگم اصلا. بعد خودخواهی کنم که چرا بی اجازه من کاری کردی؟ اصلا مگه من کاری بودم یا مگه از بیت المال بود؟ خودم خواسته بودم دیگه. اون از قضیه کفش و لباس، اینم از انجمن خانه و مدرسه. اصلا مگه من میدونستم که چی میده و چی میگیره؟ فقط پولی رو که من نجار داده بود و شاهد بودم. البته خیالم راحت بود، خودشون هم میدونستن. پولی بود که خود اولیای اطفال داده بودن، بعدم لابد میدونستن که معلم‌ها با چه وضعی میگذرونن دیگه. مهم این بود که سالن مدرسه رونق گرفته بود، به یه کاری میومد. بچه‌ها دست کم یه توپی داشتن که دنبالش بودن یا وزنه سنگینی که زیر بارش عرق بریزند و نفس عمیقی بکشند تا قفسه سینه‌شون رشد کنه و بعد بتونن همون نون و پنیرشون یا دم پختکشون رو بهتر هضم کنن. ناظم هم راضی بود، معلم‌ها هم راضی بودن. دیگه نه خبری از حسادت بود، نه حرفی، نه سخنی پیش می اومد، هیچی. فقط میبایست به ناظم سفارش میکردم که به فکر فراش‌ها هم باشه.